چیزی در این دنیا وجود ندارد که آن را انسانیت نتواند به دست آورد. زیرا انسان این قوه و این توان را دارد و از این روز که حضرت مولانا هم میگویند که بیرون زیتون است آنچه در عالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. به خاطر آنکه به همین آن خواسته ها، به خاطر آنکه به همین آن آرزوها انسان دست یابد، نخستین کاری که باید انجام دهد این است که اندیشه و طرز فکرانی خود را تغییر دهد و از اون باورهای خراب بیرون آید تا اینکه به اندیشه زیبا، به اندیشه و به مثبت نگری و مثبت نظری برگردد تا اینکه بتواند به همه آنچه که میخواهد دست یابد. در این موضوع براین تریسی یک کتاب دارد با نام اندیشه‌ات را عوض نما تا زندگیت تغییر کند. عزیزان، فراموش نکنیم که انسان هست و اندیشه هایش، انسان هست و باورهایش. اندیشه های ما باورهای ما را خلق میکنند و این باورهای ما هستند که زندگی ما را رنگین منمایند. به این خاطر به همین شما عزیزان توصیه میدهیم که اگر میخواهید از اندیشه های خراب و کوچکی خود بیرون آید، خوابهای بزرگ ببینید، تا رؤیاهای بزرگ ببینید تا اینکه در زندگیتان عملی گردند، کتابی براین تریسی اندیشت را عوض نما تا زندگیت تغییر کند را یک بار مطالعه نماید. ما باوری کامل داریم که این کتاب میتواند شما را دگرگون نماید و شما بعد مطالعه این کتاب میتوانید رشد کنید و یک زندگی زیبا را اثر بگیرید. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بخواند. ما برای شما بهترین ها را پیشنهاد میکنیم. با ما بمانید تا بدرخشید.